سلام، به این اکسپلینر خوش اومدید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از بزرگترین سوال‌های ذهنی صاحبان کسب و کارهای کوچیک و خانگی، وام. واقعاً وام گرفتن یه حرکت هوشمندانه است که کسب و کار ما رو چند پله میبره بالاتر، یا یه اشتباهه که مثل یه سوراخ توی جیبمون آروم آروم همه سودمون رو از بین میبره؟ بیایید با هم قدم به قدم این موضوع رو باز کنیم. خب فکر می‌کنم این سوال حداقل یه بار به ذهن هممون رسیده، نه؟ به کسب و کارتون نگاه می‌کنید، به دخل و خرج‌ها و از خودتون می‌پرسید الان وقتشه وام بگیرم یا نه بهتره صبر کنم و با همین فرمون برم جلو. این یه دوراهی خیلی مهمه. معمولاً اولین جوابی که به ذهنمون میرسه خیلی ساده است. خب پول ندارم، پس باید وام بگیرم. خیلی هم منطقی به نظر میاد، درسته؟ انگار که وام یه جور چوب جادوییه که همه مشکلات مالی ما رو حل می‌کنه. اما واقعیت ماجرا اینه که این تصمیم یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین تصمیم‌های مالی شماست. یه تصمیمی که میتونه کسب و کارتون رو واقعاً متحول کنه و ببره به مرحله بعد، یا برعکس، اونقدر فشار روش بیاره که از مسیر خارجش کنه. پس بیایید با یه نگاه دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر بهش فکر کنیم. بسیار خوب، بریم سراغ قدم اول. اصلاً چرا وام؟ اینجا باید قبل از هر کاری مشکل اصلی رو درست تشخیص بدیم. پس اولین و مهمترین سوالی که بعد از خودتون بپرسید اینه: آیا وام مشکل اصلی من رو حل میکنه؟ ببینید، وام فقط یه ابزاره، مثل یه آچار. اگه مشکل شما یه پیچ نباشه، این آچار نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه شاید یه چیز دیگری رو هم خراب کنه. حالا به این جدول یه نگاه بندازید. خیلی جالبه. چند تا حالت مختلف رو بررسی می‌کنیم. فرض کنید شما مواد اولیه کم دارید ولی مشتری برای خرید محصولتون صف کشیده. اینجا وام گرفتن کاملا منطقیه، چون مستقیم فروش شما رو میبره بالا. اما حالت برعکسش رو در نظر بگیرید. فروشتون کمه، مشتری ندارید. اینجا وام گرفتن فقط یه قسط سنگین به مشکلاتتون اضافه میکنه. یا مثلا تجهیزاتتون قدیمیه و کیفیت محصول پایینه. خب شاید وام برای خرید دستگاه جدید خوب باشه، ولی به یک شرط. به شرطی که مطمئن باشید اون دستگاه جدید واقعاً باعث افزایش فروش میشه. و از همه بدتر، اگه هنوز نمیدونید کدوم قسمت کسب و کارتون داره سود واقعی میسازه، وام گرفتن مثل راه رفتن تو تاریکیه. یه ریسک کاملا ناشناخته. پس بیایید یه تمرین ساده با هم انجام بدیم. سعی کنید این جمله رو برای خودتون کامل کنید. من میخوام وام بگیرم چون، و نتیجه مشخص و قابل اندازه‌گیری که انتظار دارم اینه که. اگه نتونستی جای خالی ها رو با جزئیات دقیق پر کنید، احتمالاً هنوز برای گرفتن وام آماده نیستید. بسیار خوب. فرض کنیم شما دلیل محکمی برای وام گرفتن پیدا کردید. حالا میرسیم به قسمت سخت‌تر ماجرا، حساب و کتاب. برای اینکه موضوع رو کاملا عملی ببینیم، بیاید یه مثال واقعی رو با هم بررسی کنیم. یه نانوایی خانگی. فرض کنید این نانوایی در حال حاضر ماهانه 30 میلیون تومان فروش داره که از این مقدار 8 میلیون تومانش سود خالصه. حالا یه فرصت عالی پیش اومده. کلی مشتری جدید پیدا شدن و این پتانسیل وجود داره که فروش ماهانه به 50 میلیون تومان برسه. اما برای اینکه بتونن به این همه مشتری جدید سرویس بدن، به یه دستگاه پخت جدید و بزرگتر احتیاج دارن. قیمت این دستگاه چقدره؟ 60 میلیون تومان. خب برای خرید این دستگاه 60 میلیونی یه وام میگیرن. قسط ماهانه این وام چقدر میشه؟ حدود 2,300,000 تومان. این عدد خوب یادتون باشه چون کلید حل معماست. و اینجا همه چیز روشن میشه. ما 2 تا سناریوی احتمالی داریم. توی سناریوی خوشبینانه، یعنی سناریوی رشد، همه چیز خوب پیش میره و فروش واقعاً به 50 میلیون میرسه. سود خالص جدید میشه حدود 13 میلیون. حالا اون قسط 2-3 میلیونی رو ازش کم میکنیم و چی باقی میمونه؟ 10.7 میلیون سود. یعنی سودشون از 8 میلیون به 10.7 میلیون رسیده. اینجا وام مثل یه شتاب دهنده عمل کرده. اما سناریوی بدبینانه، یعنی سناریوی نشت رو ببینید. اگه فروش بالا نره و همون 30 میلیون بمونه، سود خالص هم همون 8 میلیونه. ولی حالا باید قسط 2-3 میلیونی رو از همین سود پرداخت کنن. پس سودشون به 5.7 میلیون کاهش پیدا میکنه. اینجا وام تبدیل شده به یه نشت مالی که هر ماه داره سودشون رو میبلعه. خب فرض کنیم حساب و کتاباتون نشون میده که وام سودآوره. عالیه. اما کار هنوز تمام نشده. میرسیم به قدم سوم که خیلی هم مهمه. برنامه بازپرداخت. خیلی از ما وقتی به اینجا میرسیم خیلی مطمئن با خودمون میگیم آره بابا، از پس قسطش برمیام، کاری نداره که. این اعتماد نفس خیلی هم خوبه، ولی راستش کافی نیست. چون زندگی همیشه پر از هزینه‌های غیرمنتظر است که میتونه کل محاسبات ذهنی ما رو به هم بریزه.
پس به جای اینکه ذهنی حساب کنیم، بیایید یک کار عملی و ساده انجام بدیم. اول یک کاغذ بردارید و تمام درآمدها و هزینه‌های ماهانه کسب و کارتون و زندگی شخصیتون رو دقیق بنویسید. دوم، مبلغ قسط جدید وام رو به ستون هزینه‌ها اضافه کنید و سوم، ببینید تهش چقدر پول به عنوان حاشیه امن براتون باقی میمونه. این نمودار دقیقاً همون حاشیه امن رو نشون میده. یه قانون سرانگشتی خوب میگه اگه بعد از پرداخت همه هزینه‌ها و قسط جدید حداقل 20% از کل درآمدتون به عنوان حاشیه امن باقی موند، یعنی وضعیت قابل مدیریت و جای نگرامی نیست. اما اگه این حاشیه امن کمتر از 15% باشه، این یه زنگ خطره. یعنی ریسک خیلی بالاست و شاید بهتر باشه یا وام کمتری بگیرید یا فعلا دست نگه دارید. بسیار خوب. با گذر از این 3 قدم، شما الان تمام ابزارهای لازم برای گرفتن یک تصمیم واقعاً هوشمندانه رو در اختیار دارید. یادتون باشه نکته کلیدی اینه هر وامی خوب نیست. ما فقط دنبال یک نوع وام هستیم. وام رشد. وامی که با یه دلیل کاملا مشخص و برای استفاده از یه فرصت رشد واقعی گرفته میشه. این وام دقیقاً مثل یه شتاب دهنده است که شما رو خیلی سریعتر از حالت عادی به هدفتون میرسونه. و برعکس، وامی که بدون یه برنامه رشد واضح گرفته بشه، مثلا فقط برای اینکه کمبود پول نقد رو جبران کنیم، به احتمال خیلی زیاد به جای اینکه یه فرصت باشه، تبدیل میشه به یه منبع فشار و استرس دائمی توی زندگی و کسب و کارمون. پس قبل از اینکه تصمیم نهایی رو بگیرید، قبل از امضای هر برگه‌ای، یه لحظه صبر کنید و فقط یک سوال نهایی و خیلی قدرتمند رو از خودتون بپرسید. از خودتون بپرسید این وام قرار است دقیقاً چه تغییری در کسب و کار من ایجاد کند و آیا من میتونم این تغییر رو با عدد و رقم اندازه بگیرم یا فقط بهش امیدوارم؟ اگه جوابتون به این سوال کاملاً روشن، دقیق و قابل اندازه‌گیری بود، تبریک میگم، شما برای گرفتن یه وام هوشمندانه آماده‌اید. اما اگه جوابتون فقط امیدوارم که بود، یعنی هنوز وقتش نرسیده و صبر کردن در این شرایط خودش هوشمندانه ترین تصمیم ممکنه. ممنون که همراه ما بودید.